در ویدیویی که به دست اداره پایگاه خبری بامداد رسید، لحظه به قعر زمین فرو رفتن یکی از خانه ها در دهه نوآباد جماعت افتخار نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان ثبت شده است. این آفت طبیعی در نوآباد روز 6 می در پی بارشات شدید روی داد و بر اثر فرو رفتن یک مساحت بزرگ دهه 15 خانه و 100 هکتار زمین زیر خاک رفت. در ویدیو دیده می شود که چگونه در پیش چشم یک ساکن نوآباد خانه و درش به عمق زمین فرو می رود. چنین به نظر می نماید که زمین مثل اژدها این خانه را به کام خود فرو می کشد و کسی از جمله کارمندان آلت‌های فوق‌العاده از دستش چیزی هم نمی آید. تنها صدای زنان به گوش می آید که تلخ گریه می کنند و هم مردانی که با دیدن لحظه به قعر خاک فرو رفتن خانه کلمه شهادت را به زبان می آورند. این لحظه ها را خود صاحب خانه ثبت کرده است. او اول می گوید که می خواهد فرو رفتن خانه‌اش را ثبت کند، ولی وقتی که این کار روی می دهد کامرای تلفن در دستش می لرزد و این مرد هم زار زار به گریه می درآید. تاجیکستان در ماه می به موج آفت‌های طبیعی خرابی آور روبرو شد. بعد روز 6 می به قعر زمین فرو رفتن 15 خانه و 100 هکتار زمین در ناحیه جامی، روز 11 می 9 نفر از جمله 3 نفر در کولاب، 3 نفر در دهه چگم ناحیه شمس‌الدین شاهین، 1 نفری در کوشانیان، وخش و ایسار قربانی سیلابه ها شدند. روز 17 می در دهه دارخان ناحیه دیوشتیج بر اثر به بالای 2 خانه فرو ریختن تپه 5 نفر، یک زن با 2 کودک 11 و 10 سالش و جوانزن 21 ساله همسایه او با یک کودک 1 سالش زیر لای مانده جان باختند.